ساعت 3 ظهر توی یکی از محله‌های شمال تهران اهالی محل شاهد درگیری و قتل یکی از کسبه‌های محل میشن. قاتلین بعد از ارتکاب قتل با سرعت از محل حادثه فرار میکنن و کسی نمیتونه اونا رو دستگیر کنه. همه از دیدن این صحنه شوکه شده بودن، چون کسی که این اتفاق براش افتاده بود آدم درست و حسابی بود و همیشه سرش گرم کار خودش بود. اهالی محل خیلی سریع با پلیس تماس میگیرن و پلیس هم بلافاصله با دیدن صحنه وحشتناک تحقیقات خودش رو شروع میکنه. اما در طی تحقیقات متوجه میشن که تمام فرضیاتشون در مورد این پرونده اشتباه بوده و با مقتولی روبرو میشن که برخلاف تصوراتشون بوده. پلیس متوجه میشه این یک پرونده قتل ساده نیست و با یک جنایت معمایی و پیچیده روبروست. شما بیننده و شنونده کانال مایندگرو هستید، جایی که پرونده قاتلین و جنایتکاران به بررسی گذاشته میشه. قبل از تماشای این پرونده عجیب، لایک این ویدیو رو فراموش نکنید تا با انگیزه بیشتری برای شما ویدیو بسازم و چنل منو هم سابسکرایب کنید تا هر شب رأس ساعت 11 با یک پرونده پیچیده سرگرم بشید. زمان شما رو تلف نمی کنم. شروع می کنیم. ساعت 3 ظهر خرداد 99 مردم اهالی شمال تهران خیلی سریع با پلیس تماس میگیرن و گزارش یک درگیری خونین رو میدن. فردی که با پلیس تماس میگیره اسمش ناصر بوده. اون میگه شاهد صحنه‌های دلخراشی بوده. ناصر میگه 2 موتور سوار که سر و صورت خودشون رو بسته بودن و روی شماره پلاک موتورشون رو رنگ مالیده بودن که مشخص نشه با سوپرمارکت محله که اسمش کیوان بوده درگیر میشن. ناصر در ادامه میگه وقتی سر و صداها رو شنیدم از خونه بیرون اومدم ولی دیر رسیدم و اون 2 نفر با چاقو و قمه چند ضربه عمیق به آقا کیوان زده بودن و اونو از پا در آورده بود. ضاربین قمه به دست بودن و کسی جرأت نزدیک شدن به اونها رو نداشت. اونا هم بعد از دیدن جمعیت پا به فرار گذاشتن. من و همسایه ها به پلیس زنگ زدیم و گزارش این جنایت رو بهشون دادیم. من و چند تا از بچه‌های محلی سعی کردیم که جلوی خونریزی کیوان رو بگیریم. بعد هم خیلی سریع با اورژانس تماس گرفتیم و طولی نکشید که تیم امداد رسیدند و کیوان رو به بیمارستان بردند. پلیس بعد از ثبت گزارشات سریعاً وارد عمل میشه و خیلی سریع خودش رو به محل جرم میرسونه. مغازه کیوان مورد بررسی قرار میگیره. کل مغازه پوشیده در خون بود. مامورها با اهالی محل ارتباط میگیرن تا اطلاعات بیشتری به دست بیارن. بقیه همسایه ها همه حرفایی رو که ناصر میگفته رو تایید میکنن. خانواده کیوان هم که همون نزدیک ها زندگی میکردن از همون دقایق نخست از ماجرا مطلع شده بودن و سریع خودشون رو به محل میرسونن. پلیس تحقیقات خودش رو آغاز میکنه و تمام دوربین های مداربسته مغازه کیوان و مغازه های اطراف رو مورد بررسی قرار میدن. تمام جزئیات صحنه توسط همه دوربین ها ثبت و ضبط شده بود. ولی چون ضاربین سر و صورت و پلاک موتور رو پوشونده بودن، هیچ سرنخی ازشون به دست نمیاد. مغازه کیوان به طور موقت برای انجام بررسی های لازم پلمپ میشه. مامورها به سمت بیمارستان میرن تا از وضعیت کیوان جویا بشن. تمامی بدن کیوان زخمی و پاره بود و به خاطر جراحات وارده به بدنش خونریزی خیلی شدیدی کرده بود. تمامی کادر درمان از لحظه ورود کیوان تمامی سعی خودشون رو کردن تا جون اونو نجات بدن. خانواده کیوان توی بیمارستان منتظر بودن تا دکترها بهشون خبر زنده بودن کیوان رو بدن، ولی متاسفانه به دلیل اینکه خون خیلی زیادی ازش رفته بود و بر اثر خونریزی شدید جون خودش را از دست داده بود. آسیب‌های خیلی جدی هم به اندام‌های داخلی مثل شش‌ها و معده وارد شده بود و کیوان نتونسته بود مقاومت کنه و بعد از چند ساعت که به بیمارستان آورده شده بود جون خودش را از دست داد. خانواده کیوان بعد از شنیدن خبر فوت این مرد حالشون به شدت بد میشه و شروع به گریه و زاری میکنن. اونا نمیدونن چرا این اتفاق واسش افتاده و دلیل کار اون 2 نفر رو هم نمیدونن چیه. پلیس بعد از این حادثه جنازه را به پزشکی قانونی منتقل میکنه تا بیشتر مورد بررسی قرار بگیره.
از طرفی هم با همسر کیوان تماس میگیرن تا بفهمند دقیقاً ماجرا از چه قرار بوده و چرا باید این بلا سرش بیاد. سپیده زن کیوان به مامورها میگه من هیچ اطلاعی از موضوع ندارم و فقط میخوام هرچه زودتر عاملین قتل همسرم دستگیر و مجازات بشن. سپیده میگه تا جایی که همسرم رو میشناختم آدم خوبی بود و همیشه دستش تو کار خیر بود و هیچ وقت هم بد کسی رو نمیخواست. تا جایی که میدونم اون با کسی دشمنی و خصومت شخصی نداشته و همیشه سرش گرم کار خودش بوده. پلیس اظهارات سپیده رو ثبت میکنه و تحقیقات خودش رو در مورد کیوان 32 ساله شروع میکنه. طبق اطلاعاتی که از پزشکی قانونی به دست ماموران میرسه، کیوان با 8 ضربه چاقو که به بدنش وارد شد و به علت خونریزی شدید جونش رو از دست داده بود. طبق اطلاعات به دست اومده، تنها فرضیه این قتل سرقت از مغازه بوده و پلیس احتمال میده که اون 2 نفر به قصد دزدی وارد مغازه شدند و بعد در حین انجام دزدی به خاطر مقاومت کیوان این قتل صورت گرفته. ماموران داخل مغازه و پشت ویترین و دوربین‌های مغازه را مجدد چک می‌کنن، ولی متاسفانه چیزی که دوربین‌ها نشون میده اینه که اونا اصلاً دزد نبودن و پولی هم نبردن و بعد از ورود به مغازه اول کمی با کیوان بحث می‌کنن و بعد با هم درگیر میشن و نوع درگیری نشون میده که وسط این ماجرا یه چیزی هست که اونا به خاطرش اینقدر شدید و ترسناک درگیر میشن. تحقیقات برای مشخص شدن این موضوع همچنان ادامه داشته. پلیس سعی میکنه کمی بیشتر در مورد کیوان بدونه. مامورها برای بیشتر شناختن کیوان شروع به پرسجو از همسایه‌ها و اقوام میکنن. اهالی محل همه میگن اون مرد درست حسابی بود و هیچ مورد بدی ازش ندیدن. اونا میگن کیوان مرد موجهی بود. یکی از همسایه‌ها میگن کیوان و همسرش زمان کوتاهیه که به این محل اومدن و تو این مدت هم اون سرش گرم کار خودش بوده و آزار و اذیتی برای کسی نداشته. پلیس با شنیدن این حرف نسبت به قضیه حساس میشه و میخوان بفهمن دلیل جابجایی اونها از محله قبلی به این محل چی بوده. به همین خاطر سپیده همسر کیوان برای بار دوم به اداره آگاهی احضار میشه. سپیده در این موضوع میگه راستش جابجایی ما دلیل خاصی نداشت، فقط چند وقتی بود که همسرم مدام به در و دیوار این خونه گیر میداد و میگفت بهتره که به یه خونه دیگه بریم. اون میخواست که خونه بزرگتری برام بگیره تا من راحت تر باشم. در واقع نمیدونم دلیل اصلی این کارش چی بود. چند روز بیشتر طول نکشید تا من شروع کردم به جمع‌آوری وسایل. متوجه شدم که کیوان از قبل خونه جدید رو هم توی یک محله در شمال تهران گرفته و فقط منتظر موافقت کردن من بود. خیلی سریع تو خونه جدید ساکن شدم، جوری که اصلا باورم نمیشد به این سرعت از خونه به خونه دیگه و از محله‌ای به محله دیگه بریم. سپیده میگه چند بار ازش پرسیدم که چی شد که به این سرعت یه خونه جدید گرفتی و با عجله جابجا شدیم. اون هم همیشه در جواب میگفت مگه کار بدی کردم که از یه جای بد به یه جای بهتر و بزرگتر آوردمت. گفته‌های سپیده برای پلیس خیلی جالب میشه، به همین خاطر آدرس محله قبلی رو میگیرن و برای ادامه تحقیقات به اونجا میرن. ماموران توی تحقیقاتشون توی محله جدید اطلاعات جدیدی به دست میارن که خیلی جالبه. اهالی محل با اطلاعاتی که به پلیس میدن مشخص میشه که اونجوری که همه گفتن کیوان مرد خوب و سروزیری نبوده و کمی شیطنت هم داشته. پلیس از چند تا از همسایه‌های قبلی اونا میخوان که هر چیزی رو که در مورد کیوان میدونن باهاشون در میون بذارن. یکی از اون افراد میگه نیازی به گفتن چیزی نیست. کیوان یک عیاش تمام عیار بوده و همه مردم محل ازش شاکی بودن و ازش خواسته بودن که هر چه سریعتر محل رو ترک کنه و اونم همین کارو کرد. اون مرد توی گفته‌هاش میگه من بالای 16-17 ساله که تو این محل زندگی میکنم و کسی جرئت نداشته چپ بزنه و بچه‌م نگاه کنه. اون میگه ما قبلا توی این محل یک سوپرمارکت داشتیم که صاحبش مرد درست و حسابی و خوبی بود و همه ما بهش اعتماد داشتیم. من همیشه به زنم میگفتم هر موقع چیزی لازم داشتی و من خونه نبودم میتونی بری و از این سوپرمارکت خرید کنی و یا اینکه اون سوپرمارکتی خودش سفارش هامون رو در خونمون میاره. ولی اون مرد به خاطر یه سری مشکلات شخصی و مالی که براش پیش اومده بود مجبور شد سوپرمارکتیشو جمع کنه و از محله ما بره. ما اشتباه کردیم که فکر کردیم کیوان هم مثل اون سوپرمارکتی قبلیه.
اون اصلا آدم درست و حسابی و خوبی نبود. یه روز همسرم رو گریان توی خونه دیدم. ازش پرسیدم چه اتفاقی افتاده. اونم گفت برای خرید به مغازه کیوان رفته و کیوان قصد داشته اون رو اذیت کنه. فقط این مورد هم نبوده. چند تا از همسایه‌های دیگه‌مون هم به همچین مشکلی برخوردن. با چند تا از مردم محله جمع شدیم و سراغ کیوان رفتیم و بهش گفتیم بهتره که هرچه زودتر از این محل بره وگرنه حسابی ادبش میکنیم. اونم خیلی سریع جابجا شد و محله ما رو ترک کرد. ولی خبر نداریم که به کجا رفته. پلیس اظهارات این مرد رو ثبت میکنه ولی چند نفر دیگه از همسایه‌ها حرفای شبیه به حرفای این مرد رو به ماموران میگن. با این اوصاف برای پلیس مشخص میشه که کیوان به خاطر رفتارهای غیر اخلاقیش حتما با کسی به مشکل برخورده بود و همین امر باعث از دست دادن جونش شده. تحقیقات ادامه داشته تا اینکه یک موتور همه چی رو برملا میکنه. حمید مردی که توی اون محله قبلی ساکن بود و موتورش دقیقاً همون موتوری بود که زاربین باهاش به سراغ کیوان رفته بودن. مامورها با حمید ارتباط میگیرن و اونو به اداره آگاهی احضار میکنن. حمید خیلی خونسرد وارد اداره آگاهی میشه و میگه من شخصی به اسم کیوان نمیشناسم. تا حالا هم در موردش چیزی نشنیدم. حمید در ادامه میگه من چند ساله که توی این محله زندگی میکنم ولی تا حالا نه خودم و نه همسرم به سوپرمارکتش نرفتیم و اونو اصلا نمیشناسیم. پلیس میفهمه که حمید داره یه چیزی رو پنهون میکنه. به همین دلیل از اون موتور که پلاکش رنگ شده بود سوال میکنه و ازش میخواد بگه چند وقت این موتور رو داره. حمید هم میگه چند ساله که این موتور رو دارم و ازش مسافرکشی میکنم و تا حالا به کسی قرضش ندادم. مامورها تمامی اظهارات حمید رو ثبت میکنن و تصمیم میگیرن روی زندگیش بیشتر تحقیق کنن. تمامی تماس‌های تلفنی و رفت و آمدها و ارتباطات این زن و شوهر مورد بررسی قرار میگیره و توی همین بررسی‌ها پلیس به اطلاعات جالبی دست پیدا میکنه. سرنخ‌هایی که پرونده رو به جاهای باریکی سوق میده. طی این بررسی‌های فنی پلیس مشخص میشه که حمید درست در زمان قتل کیوان به طور مکرر با برادر بزرگترش و 2 نفر دیگه به نام‌های سهیل و مسعود ارتباط برقرار میکنه و از طرفی هم از صرافی‌های تهران مبلغ $2000 ارز دریافت کرده بود. پلیس زیر و بم زندگی حمید و حساب‌های مالیشو بررسی میکنه و میفهمه که اون توی عمرش اصلاً اقدام به دریافت دلار نکرده بود و از طرفی هم متوجه میشن که 1 هفته قبل از مرگ کیوان همسر حمید به یک دکتر متخصص زنان مراجعه کرده بود. پلیس با به دست آوردن این اطلاعات حمید، همسرش و برادرش رو به اداره منتقل میکنه ولی در حال حاضر از سهیل و مسعود اطلاعاتی در دست نداشتن. پلیس تمامی مدارک به دست اومده رو در اختیار حمید قرار میده و ازش میخواد در مورد این موارد توضیح بده. حمید هم با دیدن این مدارک حسابی شوکه میشه و میگه من مقداری پول پس انداز داشتم. از برادرم خواستم تا برام دلار تهیه کنه و همین خاطر به محل برادرم زیاد رفت و آمد داشتم تا بتونم ازش مشورت بگیرم تا مرتکب اشتباه نشم. از طرفی هم من از بچه زیاد خوشم نمیاد. به همین خاطر وقتی خبر داشتم همسرم بار داره ازش خواستم سقط کنه تا بعدن که در موقع مناسبتر که وضع مالیمون بهتر شد اقدام به بچه دار شدن کنیم. اونم قبول کرد و رفت بچه رو سقط کرد. پلیس با یک سرنخ دیگه‌ای که داشت خیلی خوب میفهمید که حرفای حمید در مورد این 2 موضوع کاملا دروغه. توی تحقیقاتی که بعداً انجام میدن متوجه میشن که حمید اصلاً توانایی بچه دار شدن نداره و نازاست. و از طرفی هم بدون اینکه حمید متوجه بشه موضوع دلارها رو در اتاق بعدی از همسرش میپرسن ولی اون تعجب میکنه و میگه ما اصلا دلار نداریم. وقتی پلیس این موضوعات رو با حمید در میون میذاره حمید هم که خودش رو در تنگنا میبینه و فهمیده که لو رفته ناچار به اعتراف کردن میشه. حرفای حمید برای ماموران خیلی جالب ولی دردآور بود. حمید میگه اون نامرد زندگی منو نابود کرد. منم تصمیم گرفتم که ازش حقمو بگیرم. اون توی اعترافاتش میگه چند سالی میشه که با فرزانه ازدواج کردم. من هر روز صبح سر کار میرم و تا دیر وقت به خونه نمیام. این ساعت کاری زیاد من باعث شده بود که زنم زمان زیادی رو توی خونه تنها باشه. کیوان از این موضوع سوء استفاده کرد و هر کاری که دلش میخواست رو انجام داد.
من همه لوازم خونه رو تامین می‌کردم تا زنم مجبور نباشه به بیرون بره. چند وقتی بود که من به مغازه کیوان میرفتم. اون اونقدر خودش رو خوب جلوه میداد که منم به راحتی بهش اعتماد کردم و ازش خواستم که خریدهای همسرم رو در خونمون ببره و بهش تحویل بده. مدتی از این ماجرا گذشت. بعد متوجه شدم که همسرم مدام حالت تهوع و استفراغ داره. به قضیه کمی مشکوک شدم ولی جدی نگرفتم تا اینکه به همسرم گفتم باید ببرم دکتر. اونم مخالفت کرد و خودش موضوع رو کامل برای من توضیح داد. فرزانه با گریه برام گفت یه روز کیوان جلوی در خونه اومده بود تا وسایل‌ها رو تحویل بده. بعدش یهو به زور وارد خونه شده و بهش تجاوز کرده. من بعد از شنیدن این حرف خونه روی سرم خراب شد و مدام به فکر انتقام از این شیطان صفت بودم تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم این موضوع رو با برادرم در میون بذارم. برادرم 2 نفر رو بهم معرفی کرد و گفت اگه پول خوبی بهشون بدی میرن و حساب اون نامرد و کف دستش میذارن. حمید میگه من به خاطر ناموس دست به چنین کاری زدم. من اصلا اشتباهی مرتکب نشدم و اصلا هم بابت این قتل پشیمون نیستم. کیوان زندگیمو نابود کرده و دیگه رابطم با زنم مثل سابق نیست. نمیتونم با زیر یه سقف باشم. از یه طرف پنهونکاری زنم، از طرف دیگه نامردی کیوان در حقم باعث شده من نابود بشم. بعد از تموم شدن حرفای حمید مأمورها به سراغ فرزانه میرن و ازش بازجویی میکنن. بازجویی‌های فنی پلیس باعث شد فرزانه لب به اعتراف بزنه و شروع کنه به گریه کردن. با حالتی بغض‌آلود به پلیس میگه تمام حرفای همسرم حقیقت داره. یه چند وقتی بود که کیوان خریدهای ما رو برامون می آورد. من چند بار به همسرم گفتم چرا خودت خریدا رو نمیاری؟ من از این مرد اصلا خوشم نمیاد. ولی اون هر بار میگفت من کیوان رو کامل میشناسم. اون مرد خیلی خوبیه. بهش اعتماد کامل دارم. تا اینکه یه روز اون شیطان یه روز کاری کرد که نباید میکرد و منو قربانی شهوت خودش کرد. اون توی رفت و آمدهاش مدام سعی کرد به هم دست درازی کنه ولی من اجازه نمیدادم. تا اینکه 3 ماه پیش اون به زور وارد خونه شد و نیت شوم خودش رو اجرا کرد. هرچی بهش التماس میکردم که دست به من نزن گوشش بدهکار نبود. بعد از این ماجرا دیگه اصلا در رو براش باز نمیکردم و بهش میگفتم وسایل‌ها رو پشت در بذاره. خودم بعداً برمیدارم. یه روز مثل همیشه که خریدها رو آورده بود در رو باز نکردم ولی اون گفت که حالش خیلی بده و احتیاج به کمک داره. من در رو براش باز کردم تا ببینم چه اتفاقی افتاده ولی اون به محض باز شدن در وارد خونه شد و منم شروع کردم به داد و فریاد که همسایه‌ها بیان کمکم ولی کیوان خیلی سری جلوی دهنمو گرفت و منو کشوند به اتاق خواب. هرچی بهش التماس میکردم اون به حرفم اهمیتی نمیداد. لباسامو در آورد و با لباس زیرم دهنمو بست و بعدش وحشیانه بهم تجاوز کرد و ازم فیلم گرفت و تهدیدم کرد که اگه کوچکترین حرکتی بکنم این فیلم رو در اختیار اقواممون میذاره. و چند روزی از این ماجرا گذشت و فهمیدم حامله شدم که شوهرم از این ماجرا شک کرد. منم با گریه همه اون صحنه‌ها رو براش توضیح دادم و گفتم چجوری بهم تجاوز کرد و فیلم گرفت. اونم بهم قول داد که انتقام منو ازش بگیره. پلیس تمام حرفای فرزانه رو ثبت میکنه و بعدش از برادر حمید آدرس سهیل و مسعود رو میگیره و طی چند عملیات غافلگیرانه پلیس بالاخره اون 2 نفر رو دستگیر میکنه. اون 2 نفر با دیدن فرزانه و حمید و برادرش به همه چیز اعتراف میکنن و میگن به خواست برادرش دست به چنین کاری زدن و اون مرد رو به قتل رسوندن. پلیس اعترافات سهیل و مسعود رو ضبط و ثبت میکنه. بعد از بازسازی صحنه جرم اونا را راهی زندان میکنه تا روز دادگاه فرا برسه. دادگاه رسیدگی به این پرونده آغاز میشه و قاضی با برگزاری چند جلسه مهم و اعتراف و مدارک و شواهد موجود حکم رو صادر میکنه. حمید توی دادگاه میگه من از سهیل و محمود نخواستم که کیوان رو به قتل برسونن و فقط ازشون خواستم که یک گوشمالی به کیوان بدن تا دیگه به زرهای مردم دست درازی نکنه. اما بالاخره بعد از چند ساعت در جلسه آخر دادگاه قاضی حکم رو صادر میکنه. سهیل و مسعود به دلیل قتل عمد به قصاص و اعدام محکوم میشن و حمید و برادرش هم به جرم معاونت در قتل هر کدوم 25 سال زندان و 75 ضرب شلاق و دیه محکوم میشن. اگر از این پرونده جنایی خوشتون اومد لایک رو فراموش نکنید تا با انگیزه بیشتری برای شما ویدیو بسازم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.